آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی؟ از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتابای شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. مردم آزاری مکن. ایمان در کجا هست؟ در کتاب‌های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و نه شو مقصدی و همینه که یعنی این ها هم گناه هم بگیر از همه گناهی و از بینش هم مردم آزاری هست. شعرها که هستن یا اکثرا در عالم خیال زندگی میکنن، از مجاز و از کنایه و از استعاره گپ میزنن، اما در قرآن عظیم الشان عقیده توحید که است این گپا نیست. در عقیده که است معلوم است قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا بکنیم. اول شعر چی هست؟ خود شعر چی هست؟ شعر یک کلمه عربی هست و این اصلا شین و عین ری شعر باز مویه میگن و شعر چرا شعر میگن؟ به خاطر ازی که یگان کسی که در خمیر موی میپاله امی شاعران که هستن اما تو بسیار گپای دقیق بسیار گپای مهمه در قالب چوکات بسیار زیبا بر انسان تقدیم میکنن. از این خاطر شعر که است غالبا اینجا که از علما میگه زیادتر شعر که است و اما شعری یتألف من المخیلات، زیادتر شعر که از چیزهایی است که از خیال انسان یک خیال می داشته باشه، یک احساس می داشته باشه، یک دفعه میخیزه شعر میگویه. این شعر است. حدیث صحیح است در السلسله الصحیحه محمد ناصرالدین البانی هم آمده تحت شماره 47 میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد شعر چی گفته؟ الشعر بمنزله الکلام حسنه که حسن الکلام و قبیحه که قبیح الکلام. این حدیث صحیح است و دیگه الفاظش چی نیست، این لفظش صحیح است. الشعر شعر که است به منزله الکلام، به منزله کلام است، سخن است. حسنه که حسن، سخنای خوب در شعر مثل سخنای خوب است که روزانه تو گپ میزنی. و قبیحه که قبیح الکلام، پس شعرهای قبیح مثل سخنهای قبیح وارست. پس ما گفتن نمیداریم که گپ زدن مطلقاً بد است، گفتم نمیداریم گپ زدن مطلقاً خوب است. اگر کس میگه گپ مطلقاً خوب است غلط میکنه، اگر کس میگه گپ زدن مطلقاً بد است ما میگیم نه، گپی که دعوت باشه ذکر الله باشه این گپ زدن خوب است. اینجا خاموشی گناه است. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اما اگر بیکار هستی فکایی میگی باز اینجا اگر خاموش بنشینی ثواب است. فکایی نکن، گپ بیهوده نزن، مذاق نکن، پرزه نرو، اینجا حرام است. بعضی حالات شعر هم همین قسم است. خب از این خاطر اگر ما در صدر اسلام بیم پس شاعرها دو قسم تقسیم میشن. یکی شاعرای هستن که شاعرای الا الذین آمنو در شأنشان آمده، شاعرایی که ایماندار هستن. این شاعرای ایماندار که قرآن میگه که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، شاعرایی هستن که عقیدهشان درست است، الفاظشان درست است، کلماتشان خوب است و با لفظ زیبا و شیرین از اسلام دفاع میکنن. از این خاطر دیگه اگه خبر باشین یا نباشین من براتون میگم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 3 شاعر داشت که به نام شعراء الرسول در تاریخ اسلام در کتابات و ادبیات ذکر شده. 3 نفر شاعر داشت. نامه‌شان چی بود؟ یک شاعرش حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اسلام ما چقدر حسان ابن ثابت 3 الف بیتی. یکیش حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه بود، شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم. شاعر دیگهش کعب ابن مالک بود، کعب ابن مالک، این هم شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و شاعر سومش عبدالله ابن رواحه بود رضی الله تعالی عنهم اجمعین. از 3 شان الله راضی باشه.
این 3 نفر شاعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا بودن؟ به خاطر از اینکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز علمایی که از هنر دوری میکنن، امروز علمایی که میگن در رادیو چرا گپ میزنین، چرا کامرا را پیش رویت ماندی مولوی صاحب، چرا در تلویزیون گپ میزنی؟ من برش میگم سعی کن از رسول الله یاد بگیر که رسول الله از هنر شعر استفاده کرد با دشمن خود. وقتی که یک نفر پیغمبر یا اصحاب پیغمبر یا اسلام شعرای کافر دشنام میدادن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که کی میتونه که در مقابل ازی بخیزن؟ حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه میخیز میگفت انا یا رسول الله. هلال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم توسط این شعرای خود، این شعرای رسول، از عزت اسلام، از عقیده اسلام، از نبی اسلام صلی الله علیه و سلم دفاع میکردن. از این خاطر اسلام، پیغمبر اسلام مخالف هنر نبودن، مخالف هنر شعر نبودن، لکن پیغمبر طبعا مخالف از این شاعرای احمق و لچک و لندغری که با بت شعر کتاب از کتاب الاسنام توصیف بتها، کتاب البگوان توصیف بگوان و بتها، بازی شعر بد میگه دیگه. آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. فکرتان باشه دشمنای اسلام مجرد که یک شعر زشت معرفی کردیم باز میگه این سعی کنین، این استادا را سهل کنین، شعر بد میگه. ما شعر بد نمیگه. از اول در درس گفتم که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند شاعر داشت؟ 3 شاعر داشت. 3 کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت. این 3 تا شاعرای پیغمبر بودن که خود پیغمبر ما شاعرها را دوست داشت، لکن شاعر مؤمنن، نه این شاعرای بیدین و فاسق و فاجر. او شاعر داشت و از این خاطر گفتیم که در شعر کدام مشکل نیست و معرفی هم کردیم که بعضی شعرها بسیار خوب است. مثلا یک شاعر میگه که مؤمنین به پا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. شعر بسیار خوب است. والا این رکادم بشنوم، من خودم که شنیدم چیز شدم، گریه گرفتم. لکن شعری که مثلا به نام سنگتراش رفته گذشته خواندیم و خودتان دیدیم که در شعر سنگتراش اول توهین بسیار بزرگ به حضرت موسی علیه السلام است. توهین بسیار بزرگ به حضرت موسی علیه السلام است. دوم توهین و استهزاء و هزل به ذات کبریای متعال است. و استهزاء و هزل و بی‌تفاوتی و توهین الله و توهین پیغمبر مثل توهین انسانای عادی و رئیس. مر اگر 200 دو بزنی گناهگار میشی، اما اگر یک بیادبی در مقابل پیغمبر بکنی اینجا کفر است. و در شعر شما سهل کردین، 2 هفته گذشته من خواندم میشه. ببینین این شعر تمام موترهای شهر کابل است. من از دیگه گپ نمیزنم، از خود شهر کابل گپ میزنم. تو به شعر عقیده کنی کافر میشی. بسیاری کسا میگن نه گمش چیز نگوین، باز خفه میشن، باز قار میشن. خدا تو خفش بسازه که در دیگ روان میکنه، در چلاو صاف روی کنه که چلاوش هم صاف شه و هیچ به ما نرسه. بشنو که بود سنگ تراشی به کوه تور. اینه دیگه خوب در قالب چی میگن؟ بسیار آموتا شیرین که بازیگر میگه بشنو که بود سنگ تراشی. در کفر گریان میکنی، الله را ادب یاد بگی، با الله ادب با الله یاد بگیر، هیچ گریان نکن. بشنو که بود سنگ تراشی به کوه تور میکرد سنگ تراشی و میگفت یا غفور برادرای عزیز این گپ بفهمین، به خانه‌تان برسانین، عقیده‌تان جور بکنین. والله که عقیده‌ت خراب باشه روز 10,000 رکعت نماز بخوانی باطل است. لئن اشرکت لیحبطن عملک. وقتی که شرک و بی‌ادبی به الله و پیغمبر کردی اعمالت کلش از بین میره. بشنو که بود سنگ تراشی به کوه تور میکرد سنگ تراشی و میگفت یا غفور پنهان مشو ز چشم من زار ناصبور، دارم بدل ز شوق جمال تو صد سرور، عشق تو سر کشیده مرا بیقرار ساخت. آیا با عشق الله پیغمبر گفته که ما عاشق الله هستم؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک از پروردگارت از آنچه که او را توصیف میکنه.
هیچ پیغمبر و صحابه و امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل کبار شخصیت اسلامی هیچ کدامش کلمه عشق به الله و به پیغمبرش استعمال نکرده. استعمال کلمه عشق به الله و پیغمبر خودش بی‌ادبی است. بی‌ادبی است. همین مرکز بگه که استاد دایی عاشق مرد گفت لوده کتت عاشق چی؟ در پس پیری مالبه عاشق شم. خب وقتی که من بد میبرم تو بر پیغمبر استعمال میکنی، یعنی تو بر پیغمبر حرمت قرار میدی. باز العیاذ بالله باز این کلمات زشته به الله به ذات ذوالجلال و اسماء الله توقیفی هست. چرا مشکل داریم ما در افغانستان برادران عزیز؟ مشکل ما این است که امیال از این مردمایی که عشق و معشوق میگه برش بگو که اسماء الله توقیفی است. همین جمله رو شما پرسان کنید. اسماء الله توقیفی هست. اگر پرسانش کنی what is the meaning of توقیفی؟ والله نمیفهم. که نمیفهمی چرا تو در عقیده گپ میزنی؟ توقیفی علمای عقیده میگه که نامهای الله توقیفی هست. معنایش این است که آنچه در قرآن و آنچه که در احادیث صحیح آمده سر از او توقف کو. نه اجتهاد کرده میتونی، نه پیش رفته میتونی، نه کم کرده میتونی، نه زیاد کرده میتونی. وقتی که گفته که الله در حدیث میگه که 99 اسم است. این 99 اسم الله را از کجا پیدا کنیم؟ میگه از قرآن پیدا کن و از سنت صحیح حدیثی که علمای حدیث گفته باشه. بله در این حدیث صحیح الله گفته که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته از حدیث صحیح و از قرآن حق نداره هیچ عالمی، نه من حق دارم نه کس دیگه حق داره که برای الله نام جدید را از دل خود اختراع بکنه. وقتی که اختراع کرده نمیتونیم. وقتی که امام ابو حنیفه امی احترام داشت در کتاب خود نوشته نکرده که الله را عاشق و معشوق گفته باشه. تو چطور حنفی هستی وقتی که صحابه ابوبکر صدیق و عمر فاروق جرأت نکردن تو چطور جرأت میکنی؟ از کجا پیدا کردی؟ عقیدت از کی گرفتی؟ یعنی بیا بر ما بگو عقیدت از کی یاد گرفتی که تو برای الله کلمه عاشق استعمال میکنی، برای پیغمبر معشوق استعمال میکنی؟ اجازه هست که کلمه رو استعمال کنیم؟ در کلمه عشق یک نوع چتلی هست. عاشقان و لیلا مجنون و دیوانه است. توی کلمات چتل همیری در مقدسات داخل میکنیم. خیمه که گپ نزنیم. در روز قیامت مسئول هستیم نیستیم؟